یه بالا آوردن ملت‌های دنیا که یه عده بخوان هی راجع به هسته ایران حرف بزنن. تو خود آمریکا کجا آزادی هست؟ من اطلاعات دقیق دارم که بن لادن از مدت‌ها قبل در اختیار نیروهای نظامی آمریکا بود و حتی اونا مریضش کردن و روزی که کشتنش مریض بود و در اختیار خودشون بود. توجه کنید، این حرف مهمی است. در اختیار خودشون از مدت‌ها قبل خودشون مریضش کردن، در حالی که مریض بود در اختیار خودشون بود کشتنش. تو خود آمریکا کجا آزادی هست؟ یه تروریسم اینا دارن سامان میدن. آقای بوش اومد تو منطقه ما 1 میلیون آدم کشت، اما میگه من میخوام مبارزه با تروریسم. یه بالا آوردن ملت‌های دنیا. آخه 11 تا وزارتخونه رو باید حذف کنیم، دیگه شوخی نیست. اعلن از اون میز دولت رفتن کنار جزء دوستان بسیار خوب ما هستند. دعوت کردم گفتم خودتون بگید، نه اختیار بدید به من، بالاخره من یه کاریش بکنم. نمیگیم ما معصوم هستیم یا حاکم الان بر ایران، این نیست که خونه رهبری عزیزم که ادعا ندارن، ولی فقیه اینا رو جمع میکنه تو هم. دنیا عوض شده دیگه این نظام موجود عالم جواب نمیده، ظرفیتش پر شده. بعضی سیستم‌های حکومتی دیگه جواب نمیده، حتی اگر خیلی ظالم هم نباشه. یه بالا آوردن ملت‌های دنیا.